فردا که کند جلوه به بازار قیامت، محشر شود آن روز به تماشای محمد، محشر شود آن روز به تماشای محمد. همه ما به تماشا، تمام دیگر امت به تماشا، همه ما سکوت هستیم. محمد امت میگه ما امت محمد پروای محمد نداریم. نه که جناب پیغمبر در این دنیا پروای ما داشت، در آخرت هم پروای ما دارد. در این دنیا برای ما هم گریه کرد، در قیامت هم برای امت آب چشم کرد از جناب. فردا که کند جلوه به بازار قیامت، محشر شود آن روز به تماشای محمد. از بحر شفاعت به همه امت یاسی، از بحر شفاعت به همه امت یاسی. از بحر شفاعت می آمده است برای همه امت یاسی، برای همه امت گناهگار می آمده است. می گفته است پروردگارا من شفاعت امت نمیخوام، من میخوام امت من همراهی من جنت رایم. ببین افیا محمد سر تپر بردار از زمین. چند قیمه خواهی شفاعت امت من برای تو میتونم، من از امت تو فراموش نمیکنم. ببین نوح دعا کرد، ابراهیم دعا کرد، عیسی و موسی دعا کردند، محمد مهربان برای ما و شما دعا نکرد. اللهم قول الهدایه، خدایا امتی مرا هدایت کن، خدایا امتی مرا روز قیامت از جمله امتای سربلند گردان، خدا امتی مرا به اسلام مشرف بگردون. امروز که دعای پیغمبر است که ما امروز با این دین اسلام و به این مچیتا مشرف گشتیم. ببین بنده های خدا، شما را خدا دوست داشته امروز در این جمعیت هستید. مبادای رمضان باز من پای در پای هر روز برای شما تکرار میکنم. بعد رمضان نماز نپرتایید، بعد رمضان عبادت دور نکنید. شما نگاه چگونه پیغمبر دارید؟ آیا این پیغمبر برای چی؟ برای شفاعت شما آمده بود. آیا این پیغمبر روز قیامت میخواهد شفاعت کنه شما را؟ شما بنده‌های خدا امروز دستگیری محمد کنید، دین محمد را رواج دید. الحال وقتی ما هم تمام شد، ما خروج شروع میکنیم به خواندن تراویح. دعا کنیم که برادرای عزیز از تمام آفت‌های زمینی و آسمانی نگاه می‌دارد. الحال دعا کردیم، ما حدیثی پیغمبر خواندیم که در راویش حضرت انس رضی الله عنه است. پروردگار این بنده هم از همون جمله‌ای که حضرت انس بود که پیغمبر دوست داشت، روز قیامت همراه پیغمبر مشهورش بگردم. پروردگار در این سرتاپا همه اینجا کفر و مشقت است، همه سرتاپا در اینجا شراب نوشی و زناکاری و دیگر محیا است. خدای ما را از این زناکاری و از شراب نوشی پروردگار دور بگردون، ما را امت محمد صلی الله علیه و سلم بگردون. خدای اسلام عزیز پیروز بگردون. خدای تو رؤوف و مهربان هستی. برای مچیتی سلام دعا کنیم که خدای او را برای محکمش هیچ وقت پروردگارم خود دانا و قادر هستی، خود مهربان هستی، از تو جز کس پادگاه نداریم. خدای اون مسجد همیشه باز بگردون. درای اون مسجد همیشه پروردگار و برای بندگان خالصی از خودت پروردگار باز باشد. ما همیشه با عبادت تو مشغول باشیم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا توفنا مع الابرار. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.